شه نازنین ای دنیا گذشت. برادرای ویدیو تاجیکستان روی کردن و بچه عکسیم فیلم میخونده، پدرش همین یک 4 روز پیش گور کردن اینجا خونه شون ویدیو روی کرد. بچهش میگه که دادم مرده، در لبی بورا نشسته دادم مرده. ببین که در فراق پدر مویله میکنن. پدر جگر سوختش به کرونا ویروس در دولت روسیه به خاک سپردن. در اوج پدر سراغ موزون شده است. همین خاطر جوان نازنین سلامتیتون رو نگه کنین که شما را کسای انتظار هستن. مادر، همسر، برادر، رفیق، خویش و تبار نامه نوشتم. در نامه می نویسم که برام گریه نکنید. گریه های شما برای من در کار نیست. من با دعای شما نیاز دارم. با گریه من یاد نکنید، زیرا گریه شما من زنده نمیکنه. امروز من از شما دور، شما از من دور، در فراق ما مویلت دارید. فراموش نکن جوان نازنین، فراموش نکن که برادری تو، تقای تو، عمکی تو، همسری تو 1 ماه 1 سال گریه میکنن. نه که مادری جگر سوخته تو با فرزندات تا آخری عمر برای تو گریه میکنن. پدری تو اگر موزونی تو باشد برای تو میسوزد. پسری تو یک کس بینه که قطعی پدرش بازی داره یک بچه او یک حیات میسوزد. اگر رفقا بگن که برادر بیا سری گوری پدر میریم در یک جا دعا میکنیم، سری گوری بابای ما یا آتای ما میریم دعا میکنیم، پدری جگر سوخته را ببین. موضوع فرزند چه که فرزندش میگه پدری ما در روسیه است، من رفته نمیتونم. همین علم برای پسری تو بسنده است. به همین خاطر جوانای نازنین سلامتیتون نگاه کنین، به خاطر الله یکدیگر را دوست بدارین، اتفاق اتحاد و متحد باشین. به زن فرزنداتون بغض و کینه نکنین، با اونا نوازش محبت بکنین، با مادراتون محبت بکنین. با وقت کس به اجل میآید کو خیلی که زنگ میزنه یک کس میبرداریم کرامت الله مرا زنگ میزنه میگم لبای اگر صحبت کردن نخوام کنم که سرخ پخش میکنم. والله قسم روز ملک الموت من تو را زنگ میزنه و خدا قسم کنم که سرخ نمیابی دیگه، او را خاموش کردن نمیتونی. و خدا قسم او را دیگه خاموش کردن نمیتونی. میگو علا، میگه لبای، میگی کی هستی؟ میگه انا ملک الموت، انا ملک الموت والحسرة والندامة كل مال الدنيا فان. مال دنیا تمام شید. انا ملک الموت، من ملک الموت هستم، به سراغ تو آمدم. گل عروسی نازنینی تو را بیوه میکنم، خانه آبادی تو را ماتم خانه میکنم، ثروت مال و دارایی تو را به خاک یکسان میکنم، ماشینی پر حشمتی تو را به تابوت مبدل میکنم و دیوانهای زیبایی تو را به خاک لحد مبدل میکنم. انا ملک الموت، من ملک الموت هستم. مرگ هستی دیگه کناکای سرخ نیست که خاموش کنی تلفانی ملک الموت. جوان نازنین عمرت بهوده ضایع نکن. وای بر حال همون جوانی که همجا درآمد گفت در رمضان روزش همیش کاسد میرفته زنا میکرده است. پروردگار هدایتت کنه اگر اهل هدایت باشی. اهل هدایت نباشی اگر خداوند نخل جوانی تا بشکنه، تو در ماه خدا و رسول زنا میکنی. کثرت زنای روسیایی تو دیگر امت در غم گرفتار کرده است. توی زانی، توی پلید، از فرزند منافق، از فرزند جاهل، از فرزند زناکار زانی به دنیا آمدی. تو زنا میکنی. از کثرت روسیایی تو امت در غم اندوه گرفتار شده است. و همین خاطر برادر عزیز من، جوانی نازنین، عمرت غنیمت بدان. چندین شه نازنین ببین با دل پاک، در عشق زن و مال جهان گشته حلاک. چشم و شکم به هیچ کسی سیر نشد، تا بر دهن او نزنی چی میزی خاک. با وقت چندین شه نازنین از زیر خاک سپردیم، اینا پگاه برادر دیگر میبرن به خاک میسپارن. او روز یک برادر سپاریدن. و همین خاطر برادر عزیزی من، عمر غنیمت است. هر دم از عمر میرود نفسه، چون نگاه میکنم نمانده بسه. یکی 50 رفته در خوابی، مگر این 5 روز عمر دریابی. آن که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگر کس پرداخت. چندین کس آمدند عمارت ساختند و برفتند. ای بسا معصیتان و در نافرمانی، شرم بای از خدا تا که از این نادانی. ای بسا معصیت آلود از نافرمانی، شرم بای از خدا تا که از این نادانی. چند گویی که با پیری رسم و توبه کنم، چه کنی گر به جوانی به اجل درمانی. هم نشینان تو در زیر لحد خاک شدن، چشم عبرت بکشا مولوی منصور، چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. بر سر گوری یکی رفتم و گفتم چنین، گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی.
مولوی واقف دان باش که عزیزان همه رفتن. ابو مای خراسانی واقف دان باش که عزیزان همه رفتن. ترک دنیا بکن آخیر، ما و تو هم مهمانیم. و همین خاطر روز مرگ مولوی را میبره، ابو مای خراسانی را میبره، علی را میبره، کرامت هم میبره، همه را میبره. این مرگ برادرای ما باید سبقی درسی ما باشد. پدرت مور درست نشد، عمکت مور درست نشد، بابات مور درست نشد. این جوانی که در یک وگان زندگی میکردی، شب با او بودی، 2 روز بعد به خاک سپردی، آیا برای تو درس نشید؟ آیا برای تو درس حیاتت نشید؟ و همین خاطر دوان دوان میبرن. بله، گر تو نروی کشان کشانت میبرن، از دار فنا به دار بقایت میبرن. آرند تو را مرکبی چوبین، اوران سر و پا و لجوم است همزین. با حکم خداوند بگویم بینشین، برخی سوار شو مولوی، برخی سوار شو که این استودیو و این افیر و این تلفن و این ماشین سوارید همه به خاک لحد مبدل شید. مولوی صلات جنازه منصور دریابید که از دنیا درگذشت. و همین خاطر خدای مهربان روح عزیزانی که از بین ما برفتن، رفقا و دوستای ما، هم صحبت هم مسلکان ما، هم وطنان ما که در دولت غریبی بی وطنی از دنیا درگذشتن، خدای طبقه های نور قرآنی براشان نصیب بگردانی و برای اهل بیت خاندانشان صبر کامل، صبر جمیل نصیب بگردانی و پروردگار این مصیبت و وبا و غم دور از سر ملت ما دور بگردانی و حاکم دولت ما، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت در این بلا و مصیبت صبر جمیل نصیب بگردانی و خدای مهربان مسافرینی که دور از وطن در اینجا هستند باقی مانده‌اش پروردگارا از بلاهای آخر زمان در پناه اسمت نگه داری و خدایا در این ماه رحمت قرار داری، خدایا در این دهه رحمت قرار داری، خدایا این جمع هم امید رحمت داشتیم، درهای رحمتت باز بر روی ما بسته شده است. خدایا درهای مسجد به ما بگشا، خدایا ما از خدا التماس میکنیم در این مسجد به ما محکم نکن. خدایا درها تا بگشا آخی. خدایا هر بیگاه سر خوان نعمت میشینیم، صدای حافظان قرآن